این قالبه، اینم چشش. اما با این کمش رو auf Murat drauf. Alright. نمیدونم خیلی از دوستانی که الان صدای ما رو میشنون شاید ندونن مثلا گرین باکس چیه یا کروماکی چیه اینا، ولی یه سری یه محلیو که آبی یا سبز یا رنگای دیگه هم میشه استفاده کرد، پشت مجری رو مثلا اون رنگ میکنن و هر عکسی که دوست داشته باشن یا فیلم یا هر چیز دیگه رو میتونن پشت مجری اینو مونتاژش کنن توی کاری که به پایان میرسه، میتونن اینطوری استفاده کنن که الان ما از همون سیستم ولی برای خونمون استفاده کردیم. فیلم سیاه‌سفیده ولی خون رو میخوایم قرمز نشون بدیم تو اون سیاه‌سفید، به جای اینکه پس زمینه رو سبز کنیم حالا ما خون رو سبز میزنیم، اونو به جایش میتونیم بعداً قرمزش کنیم. سیستمی که وجود داره. مگه خود خستم ببخشید اگه صحبت کردنم درست نیست الان. این بنده خدا بازیگرمون میرم اونجا بهش بزنم همچین بدنشو صفر میکنه، دندوناشو فشار میده تو اصلا دندوناش کش کنه، ولی خب مجبورم دیگه. منو میبینه اسرائیلشو میبینه بنده خدا. فکر میکنم منظور همکاری با خواننده‌های جوان، ترانه‌سرای جوان، آهنگسازای جوان، کارگردان جوان هست. درسته؟ من با این قضیه بسیار بسیار موافقم. این رو وظیفه خودم میدونم، نه انجام وظیفه خودم میدونم که بتونم تجربیاتی که در طول زندگیم داشتم به هر حال به کسی منتقل بکنم. خواننده خوبی باشه با کمال میل، ترانه‌سرای خوبی باشه با کمال میل خودم رو در اختیارش میذارم، آهنگساز خوب و جوانی باشه خودم رو در اختیارش میذارم. من فکر میکنم آخرین وظیفه‌ای که امثال من میتونیم انجام بدیم همین همکاری هاست. همین همکاری ها باعث میشه که آدم بتونه یک جلای دیگه به کار بده، یک خون جوانی وارد سیستمی که یواش یواش داره، یواش یواش نه که بخوایم بگیم داره پیر میشه، ولی نیاز به یک ریشه جوانی داره، خون جوانی داره، نیاز به یک روحیه جوان داره، نیاز به یک خیلی نیازها هست که میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم و اینها میبایست جوانها و کسایی که دارن این کار رو انجام میدن، حالا چه در مورد کارگردانی فیلم، چه در مورد داستان نویسی، چه در مورد موسیقی که مربوط به من میشه، این یکی از مهمترین مسائله. ما باید با نسل جوان همیشه در پیوند باشیم. برای همینه که همیشه دوست دارم با جوانها کار کنم، تا این لحظه هم کار کردم.